و تا روز دیگر رهبران سازمان همکاری‌های شانگهای در دوشنبه جمع آمده وضع همسایه کشور تاجیکستان را بررسی می‌کنند. چین و هند، قزاقستان و قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان که عضو سازمان هستند درباره عملکردهای مشترک و راه‌های آرام کردن افغانستان صحبت می‌کنند. همکارم خرامان بقازاده حالا با ما در استودیو است و از او میپرسم که چرا این جلسه حالا بسیار مهم است. خرامان، به فرق از جلسه های قبلی سازمان همکاری های شانگهای که با شعار مشترک کشورهای عضو یعنی مقابله با جدایی طلبی، تندگرایی و تروریسم برگزار میشد، واقعا هم عبدالله به نظر می رسد که این جلسه خیلی چالش برانگیز برای تقریبا همه اعضای این سازمان خواهد بود. تقریبا هر عضو این سازمان در نسبت طالبان برخورد و موضع‌گیری گوناگون دارد. اگر روسیه با طالبان از پیش مکالمه را شروع کرده، حالا میگوید رفتار آنها را مشاهده و بعدا قرار قبول خواهد کرد. ازبکستان الکی گفته است که به همکاری با طالبان آماده است. چین ظاهراً به ایجاد همکاری‌های دیپلماتی با طالبان آمادگی می‌بیند. پاکستان را پشتیبان اصلی طالبان می‌نامند. در مقابل هند است که با همسایه‌اش پاکستان مناسبات مشکلی دارد و طالبان را برای دهلی یک خطر امنیتی ارزیابی می‌کند و نهایت تاجیکستان. تا حال این کشور قاطعانه یک حرف را گفته است: به هیچ صورت حکومت طالبان را قبول ندارد و اعتراف نمی‌کند. با نظر داشته این همه عبدالله به نظر می رسد که در تاریخ 20 ساله فعالیت سازمان مثل امروز اعضای آن به این اندازه از هم دور و در اختلاف نبودند. خب، روسیه و چین دو کشوری تاثیرگذار سازمان همکاری‌های شانگهای هستند و ظاهراً موقعشان در رابطه با طالبان از هم دور نیست. آیا به نظر نمی رسد که محض این دو کشور حالا تلاش خواهند کرد که اختلاف‌ها در میان اعضای سازمان را در این بابند از بین برند؟ خرامان، آنگونه که تحلیلگران در آستانه نشست دوشنبه بیان میکنند، تلاش اساسی هم واقعا به همین سمت خواهد بود. اکثر آنهایی که از مثلا موضع‌گیری ظاهرا قاطع دوشنبه صحبت میکنند، چون این تخمین میکنند که تاجیکستان به عنوان یک عضو سازمان همکاری‌های شانگهای و از سوی دیگر بهره بردار یاری‌های عظیم اقتصادی و نظامی روسیه و چین حرفی نهایی را در زمینه برخورد با مقامداران نو در افغانستان همسایه در هماهنگی با مسکو و پکین خواهد زد. چیزی مهمی دیگر یا سوالی که به قول برخی تحلیلگران غربی شاید پاسخش از جلسه های روزهای پنجشنبه و جمعه دریافت شود این است که تا کجا چین در این جلسه به قول از امتحان یک لیدر مهم منطقه‌ای و جهانی در اوراسیا برآمده میتواند. تشکر. همکارم خرامان بقازاده بود که درباره نشست سازمان همکاری‌های شانگهای صحبت میکرد. ضمناً همین حالا خبر رسید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در یک صحبت تلفنی با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفته است که بنابر گرفتار شدن اطرافیانش به کرونا ویروس نمیتواند بعد دوشنبه سفر کند و در این نشست‌های مهم آنلاینی شرکت می‌ورزد.